सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए वाली बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए वाली राहत सी दे दूं तुझे दिल का है आदत सी बना लूं तुझे दिल का है तेरे लिए ही तो धड़के दिल मेरा तुझसे ही तो मैं खुद से हूँ मिला तू आशिकी तू आशिकी तू आशिकी तू आशिकी तू आशिकी آهان 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 چی شده؟ آهان چشاتو باز کن. آهان آهان بیدار شو. چشاتو باز کن. آهان 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 بیدار شو. آهان چی شده؟ آهان چی شده؟ پاشا. اون دختره. تو خوبی؟ اون دختره. کدوم دختره؟ اون عوضیا. چرا به این روز افتادی؟ ها؟ کدوم عوضیا؟ اون دختره اینجاست. آهان تو بالا رو بگرد. اون کجاست؟ کی؟ همون دختره. کدوم دختره؟ همون که آواز میخون، لباس قرمز تنش بود. من همچین کسی ندیدم. ببین، با اعصاب من بازی نکن. به خدا نمیدونم. من فقط یه پیش خدمتم. تو این ویلا هر روز مهمونی و هی آدم جدید میاد و میره. باشه، امشب چی اومده بود اینجا؟ بگو وگرنه فکتو میارم پایین. آهان چی کار داری میکنی؟ چند دفعه بهت گفتم عصبانیتتو کنترل کن. این بیچاره دختره رو نمیشناسه. بیا بریم ببینم. چه لزومی داشت اون قشقی رو بپا کنی و اونقدر داد و فریاد کنی؟ فقط میخواستن یه آهنگ براشون بخونی. حالا مگه چی شده؟ اون وقت تو چرا جلوشون رو نگرفتی؟ چی؟ چرا هیچی بهشون نگفتی مامان؟ جلوی چشم این مرد داشت بهم دست میزد. پس چرا هیچ کاری نکردی؟ هر مادری مواظب بچه‌شه و چیزای بد ازش دور میکنه، اینطور نیست. پس چرا شما مثل مادرای دیگه نیستی آخه؟ حالا یه دستی هم بهت زد. چیه که اینقدر بزرگش میکنی؟ یعنی تو اصلا واسط مهم نیست کسی جلوی چشمت به دخترت دست درازی کنی؟ نه مهم نیست. حالا فهمیدی؟ تنها چیزی که واسم مهمه پوله. من نمیخوام از اینجایی که هستم دوباره برگردم به همون زندگی قبلی. اون نکبت، بدبختی، فقری که پدرت ما رو توش ول کرد تا بمیریم. من همه چی داشتم، فقط عقل نداشتم. نتونستم داشته همو حفظ کنم، نه اسممو، نه شهرتمو و نه پولم.
شدم یه بازیگر شکست خورده، عاشق شدم و ازدواج کردم. فکر کردم پدرت میتونه یه زندگی راحت و مجلل برامون فراهم کنه، اما اینقدر مشروب خورد تا اینکه مرد. من موندم و 2 تا دختر بچه. هرچی پول برام مونده بود خرج بزرگ کردن شما 2 تا کردم. همه چی از دستم رفت. خونه، رستوران، اون زندگی مرفهی که بهش عادت کرده بودم، همه چی تموم شد. بعد شدم بازیگر تازه کار، نقشه کوچیک و بی اهمیت برای چند دقیقه پول. 200 روپیه، 300 روپیه، همونم نمیفهمیدم چطوری خرج میشد. میدونی مقصر همه این بلاها چی بود؟ عشق. برای همین از این کلمه بیزارم. دنبال عاشقی بری تباه میشی و از بین میری، اما هوس، اگه دنبال هوس بری به هر چی بخوای میرسی. عاشق بشی حتما تباه میشی، اما اگه هوس داشته باشی به هر چی که بخوای میرسی. خونه، ماشین، نوکر، پول، احترام، همه چی. برای همینم باید کنیزی جاینته بکنی. هر حرفی زد گوش میکنی، هر چی بخواد باید انجام بدی. اگه خواست برای دوستاش آواز بخونی باید بخونی، اگه گفت براشون برقص باید برقصی، هر کار دیگه هم خواست باید انجام بدی. فهمیدی؟ پانکتی لطفاً مثل پدرت یک احمق احساساتی نباش. هیچ میدونی آقای جاینت قراره چقدر به من پول بده؟ 100 میلیون روپیه. قراره 100 میلیون روپیه به من بده. تو هم برای این 100 میلیون هر کاری لازمه براش میکنی. من نمیتونم به خاطر لجبازی و کم عقلی تو این موقعیت رو از دست بدم. میفهمی؟ یه چیزی هم در مورد اون پسره میخوام بگم، نمیدونم کیه ولی خوب گوشاتو باز کن. اگه که باهاش رابطه نداری که هیچ، اما اگه سر و سری باهاش داری بدون اگه بمیره مسئول مرگش تویی. از امروزم هیچ پسری دیگه نباید دور و برت بپله که دختره خودسر. فهمیدی؟ مامان، حالا که این حرفا رو زدی میشه منم یه چیزی بگم. تو فکر میکنی همه کاری که میکنی درسته؟ پس یعنی هر آدم بی پول و فقیری باید دخترشو بفروشه، نه؟ پرسیدم برای چی دعوا کردی؟ چرا شما 2 تا هیچی نمیگین؟ آقای مالاف، الان موقع این حرفا نیست. آهان، خودم به خدمت این آدمایی که امشب تو رو زدن میرسم. قول میدم. زنمو اصلا شاید آهان مقصر بوده. گمون نکنم کایرا جان. الان به جایان زنگ میزنم ببینم خونه ملحوت را مهمونی کی بوده. شاید بفهمیم اون گردن کلفته کی بودن. نمیخواد تماس بگیرید، ولی خواهش میکنم زنگ نزنید. آره خواهر، الان دیر وقته. شما برید بخوابید، صبح سر فرصت صحبت میکنی. آره زنمو واقعا طوریم نشده، هیچی نیست. جدی؟ طوریت نشد؟ ولی برای ما عواقبش خیلی جدیه. بابا تو رو خدا شروع نکنید، الان دیر وقته، بریم بخوابیم. از حرفای پدر دلگیر نشو. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. فرصتی استثنایی برای زندگی در اروپای ترکیه. ازمیر، تریاندا. اخذ اقامت، افتتاح حساب بانکی و پاسپورت کشور ترکیه با هوملند. بیا. تعریف کن ببینم قضیه چی بوده؟
همه چی رو به هم بگو. مامان همه اینا به خاطر نجات اون دختره بود. همون که پیشگویی کرده بودین میاد تو زندگیم، اون که گفته بودین زندگی منو درست میکنه. مامان اون دختره تو دردسر افتاده، چند نفر داشتن به زور میبردنش. خیلی سعی کردم نجاتش بدم ولی نشد، نتونستم این کارو انجام بدم. اونو به زور بردنش تو خونه. مامان از همون اول که دیدمش فهمیدم تو مخمسه گیر افتاده. حس میکردم ازم کمک میخواد ولی کاری از دستم براش ساخته نبود. خب حالا ندای قلبتون چی میگه؟ راستش بعد از این حرفایی که گفتی نمیدونم چرا حس میکنم این دختر واقعا تنهاست. گمونم شما دوتا یه جورایی به هم ربط دارین، چون این همه کتک خوردی اما ترسی تو نگاهت نیست. میدونی تو امشب با چند تا قلدر گلاویز شدی ولی منم زیاد نترسیدم با اینکه زخماتو دیدم. حتما یه چیزی هست که تو مدام عین یه قهرمان وارد زندگی این دختر میشی، ولی باید مراقب باشی. قهرمان بودن به این آسونیا نیست. تا وقتی شما رو دارم همه چی رو به راه میشه. فعلا بیا یه لیوان شیر و زردچوبه بخور پسر خوب. اینم خیلی قشنگه. آقای جویان داره میاد. پاینتی تو بیدار شدی؟ ببین تمام این لباسا مال توه. چطوره؟ خوشت میاد؟ میپسندی؟ پاینتی گوش کن، امروز بهترین فرصته. یه کاری میکنی تا آقای جایان تمام ادا و اصولوی این چند وقت تو یادش بره، فهمیدی؟ اینو ببین قشنگه نه؟ میپسندی؟ آخه مامان این چیه؟ یعنی میخوای من با این تنه لختی برم پیشش؟ نه مامان اصلا دوست ندارم همچین لباسی بپوشم و برم پیشش. بیخیال شو باشه. پاینتی چی داری میگی؟ تو دیگه بچه نیستی، 19 سالت شده. الان دخترای همسن و سال تو با لباسای خیلی لختی تر از این دارن دور شهر میگردن. رنگش هم خیلی قشنگ، رنگ رو تو باز میکنه یکم. دیگه بزرگ شدی. تا اینجا هر کاری از دستم برمی اومده رو برات کردم، حالا دیگه نوبت توی. خواهش میکنم پاینتی امروز دست کل به آب نده، وگرنه دفعه بعد آقای جویانت برای ادب کردنت مستقیم میبردت دبی. اون یکی رو بده. آدرس دختره رو بده. ببین برادر من، تو از اخلاق سگی دوست من خبر نداری. یالا حرف بزن وگرنه همینجا دخلتو میاره. آقا اینجوری که شما رفتار میکنید اگه چیزی هم تو مغزم بود دیگه پرید. آها حالا چی؟ یادتون اومد؟ آره. چی کار میکنی؟ بهش رشوه میدی؟ یه دست اون بغل وایس، من خودم درستش میکنم. الان حافظه‌شو برمیگردونم. آره آقا یه چیزایی داره یادم میاد. مامانش از اون بازیگرای شکست خورده قدیمیه. فکر کنم خونه‌شون طرفای خیابون پاواییه. الان همه یهویی یادت اومد. کجای پاواییان؟ نه چیزی یادت اومد؟ بس کن، خودتم کتک میزنم. نه دیگه آقا، دیگه چیزی نمیدونم. به جون زن و بچم یخه رو ول کن، خواهش میکنم. چه کنی؟ بریم سمت پاوایی. خول شدی؟ میدونی پاوایی چقدر بزرگه؟ آدرس دقیقم که نداری.
هر جا که باشه حتما پیداش میکنم، همین امروز، حتی اگه مجبورشم خیلی کار بکنم. چی شده آبجی؟ مشکلی داره؟ خوشگل نشدم؟ چرا؟ خوشگل شدی، خیلی هم خوشگل شدی. شاید همینه. کاش تو انقدر ناز نبودی پانکتی. اون وقت شاید بعد من چشم آقای جایان تو رو نمی گرفت. چقدر خوب می شد، چقدر خوب می شد اگه تو این لباسو برای دوست پسرت می پوشیدی. ولی میگم یه کاری کنم، تمام موامو از ته بچینم ها. یه کار دیگه هم میشه کرد، میتونم چشمو چپ و چول کنم و باهاش حرف بزنم. اینجوری. سلام، حالتون خوبه؟ چی میگی آبجی؟ راستی یه شیرین کاری دیگه هم بلدم. موقعی حرف زدن دستمو تو گوشم میچرخونم. اگه این کارو جلو روش انجام بدم حتما حالش از من به هم میخوره، مطمئنم. چی میگی ها؟ خدا آدرس ما رو فراموش کرده نه؟ آره آبجی، شاید. ولی آبجی بالاخره خدا میاد و در خونمونو میزنه. چجوری؟ خب با جی پی اس گوشی و نقشه دیگه، از روی اینا. این همون آقا هست، خواننده ی آهنگ توی عشق ما. آره خودشه، بیا بریم جلو. آقا ما از هواداراتون هستیم، میشه یه سلفی بندازیم؟ ممنون. ببینم شما یه هنرپیشه قدیمی رو میشناسین که با دخترش این اطراف زندگی کنه؟ نه نمیشناسیم. دوباره بگردین. تو برو اونور، من میرم اینور. آهان تو اینجا چی کار میکنی؟ منظورم اینه که تا جایی که من میدونم هیچ کدوم از فک و فامیل ما تا حالا پاشون رو تو این محله نذاشته بودن. یه رفیقی داریم که از آمریکا اومده، دنبال خونش داریم میگردیم. آها باشه، البته منم دفعه اول میام اینجا. یه قرارداد ساختمونیه که اومدم امضاش کنم، اینجا کار داشتم. آره خب باشه، پس بری، دوستتون منتظره، همونی که از آمریکا اومده دیگه. باشه عمو جان، بریم. یکم دیگه بگردیم، شاید خونش همین جاها باشه. تو رو خدا بس کن دیگه، از صبح گشنه و تشنه اینجا داریم میچرخیم، دیگه جونی برام نمونده. فردا برمیگردیم، لطفا بیا بریم، فردا بازم میایم. را بیفت، برو سمت ویلا.
تشریف آوردین؟ پانکتی خیلی وقت منتظرتونه. مگه نه پانکتی؟ شما امروز یکم دیر کردین، طوری که نشده. بیرون خونه یه نفر رو دیدم از قوم و خویشام. حالا چی میشه؟ چی میشه؟ هیچی. اگه بره به کسی بگه چی میشه؟ به کسی حرفی نمیزنه. من آتو دست کسی نمیدم. حالا اون کی بود؟ تو لازم نیست فکرتو مشغول کنی بابو. تو فقط به من فکر کن. امروز خوشگل شدی. بیا. आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे, चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे, आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे, चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे, राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे, आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे, ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा, ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा, हर दफा हर दफा हर दफा हर दफा हर दफा तेरे लबों पे हंसी मैं लाऊं, जख्मों को तेरे मैं अपना बनाऊं, चाहत मेरी तू रहना खुश सदा, मांगू मैं रब से यही दुआ, राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे, आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे, ढूंढे दिल तुझे
اودی اومد. چی اومد؟ اودی اومد. چی؟ کی اومد؟ زمانش اومد. زمان چی؟ بهت گفته بودم هر آهنگ فوق‌العاده یه زمان خاصی داره. زمان آهنگ منم اومد. چی داری میگی؟ چطوری؟ همش به خاطر اونه، به خاطر حضورش. این آهنگ بیشتر از این که مال من باشه مال اونه. میفهمی چی میگم؟ آهنگشو من نوشتم اما داستانش مال اونه. آوازشو من میخونم اما دردش متعلق به اونه. خاطرش مال اونه. نمیدونم چه مشکلی داره اما حس میکنم درد اون با من عجین شده. تا صورتشو جلوی روم میبینم یه نوایی تو گوشم میپیچه. الان چند ماهی داشتم سعی میکردم یه شعر بنویسم اما هیچی به ذهنم نمیرسید. فقط حرفای مردم تو گوشم بود. آهان دنراجگیر اینطوریه، آهان دنراجگیر اونطوریه، شکست خورده، فقط یه موفقیت داشته و این چیز. اما از وقتی اون اومد همه چیزو فراموش کردم. سخت در اشتباه بودم رفیق. همش میخواستم با مغزم آهنگ بسازم ولی به لطف اون دوباره قلبم با موسیقی یکی شد. حالا بشین و تماشا کن چطوری آهنگ پشت آهنگ مینویسم. حالا برو واسم دنبال کار باش داداش، واسم دنبال کار باش. منم همینو میخواستم رفیق، که تو به حقت برسی. چقدر خوب میشد اگه تو این لباسو برای دوست پسرت میپوشیدی. خیلی عجیبه مگه نه؟ تو این 2 روز دومین باره که همدیگه رو میبینیم. دیشب یکی شما رو از ماشین پرت کرد بیرون. شوهرتون بود؟ سالگرد روزی که تو رو به عنوان سرگرم کننده خودم خریدم. تو همسر من نیستی، معشوقه منی. اینجا زندگی نمی کنی، من اینجا نگهت داشتم. انگار یادت رفته کی هستی عروسک من. تو یه میمونی، یه میمون. از این میمون های کوکی که طبل میزنن. هر جور که کوکت کنم همون جور باید برقصی. تو فقط دختر من نیستی، سرمایه منی. تو فقط به من فکر کن. आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे चेहरा तेरा आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा हर दफा हर दफा हर दफा لبخند اینطوری. خب خیلی خوب، حالا بخند. بخند دیگه. من نمیدونم زندگی دست کمی است. زندگی یه پرنسس داره. خب پس درد چیه؟ بچه باید واسه مادرش هر کاری بکنه. اون وقت تو نمیخوای حرفشو گوش کنی؟ داری این همه پول در میاری. خرج کن، کفش بخر، لباس بخر. آخه مشکل چیه؟ تو چی میخوای دیگه؟ امید؟ امید. پانکتی، اینقدر با خودت حرف نزن. کم کم دارم ازت میترسم. جدی؟ پس یه کاری میکنم. جلوی آقا رو هم از این کارو میکنم. شاید ازم ترسید و فرار کرد. چی میگی ها؟
این حرفای الکی میخندی؟ یه چیزی بگم، بالاخره یه روز یکی میاد و باعث میشه واقعا بخندی. مثلا کی؟ رنویر سینگ؟ فعلا اون تنها کسیه که تا وقتی میبینمش از خنده روده بر میشم. مثلا لباسای عجیبش، یعنی هر چی تنش میکنه یا برمیداره شلوارشو میکنه به سرش یا تیشرتشو میکنه تو پاش. اما آبجی، میدونی من واسه رنویر کاپور رو پسندیدم. چرا؟ چون شخصیتش مثل خودته، کم حرف میزنه، آدم پیچیده‌ایه، فقط بعضی وقتا شیطون میشه. دست بردار. جلوی من ادای خجالتی ها رو در نیار آبجی. خودم میدونم چند بار دیدمت که آهنگای رنویر رو میذاشتی و خودت هم با کاره اون شیطونی میکردی. نه؟ اخذ اقامت، افتتاح حساب بانکی و پاسپورت کشور ترکیه با هوملند. فرصتی استثنایی برای زندگی در اروپای ترکیه. ازمیر، تریاندا. یکی اگه حرفای ما رو بشنوه اصلا باور نمیکنه ما با دخترای دیگه چقدر فرق داریم. هیچ کس نمیشنوه، نه رنویر سینگ نه رنویر کاپور. من نمیذارم کسی بشنوه. میدونی مامان به هم چی گفت؟ اگه کسی بیاد تو زندگی منو بمیره مسئول مرگش منم. میدونی همین که به خاطر من تو و مامان به درد سر نیافتین واسه من کافیه. دیگه چیز دیگه ای نمیخوام. من فقط دعا میکنم که یه پسری بیاد تو زندگیت تا تو رو از این جهنم بیرون بیاره و مثل هر دختر دیگه‌ای به حق عاشق شدن بده. आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे, चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे. اینجا اومدی اینطوری بخونه کیو لگه. چرا از نوت خارج میشی عزیز؟ اومدی ضبط حرفه‌ای متوجه نیستی؟ تو استعدادت فقط مال همون یه دفعه بود انگار. نمیشه، نمیتونه. آقا لطفاً یه فرصت دیگه بهش بدین، یه بار دیگه خواهش میکنم. آخرین باره باشه. بجام کلی وقت ما هدر دادی، از اول میری. باش بجام. چیزی میخوای بگی؟ داداش جون، یه زمین خوب پیدا کردم، قصد معامله دارم. گفتم اینطوری آینده خانواده‌مو تأمین کنم. خوبه، خیلی خوبه. اگه از طرف شرکت یه وام 10 میلیونی بگیرم میتونم قراردادو ببندم. چرا وام؟ شرکت مال خودته. ولی ماناو الان شرکت نقدینگی نداره. ولی داداش من حسابای شرکت رو چک کردم، به اندازه کافی پول تو حساب. ماناو الان هرچی قرارداد داریم و میبندیم، به خاطر همین پول نقد هست. قرارداد ساخت فیلم. فکر نمی کنم این وام آسیبی به قراردادمون بزنه. تو چی میخوای بگی؟ من دارم بهت دروغ میگم؟ آپارنا و کایرا برای من مهم نیستن؟ حتی آهان که بیشتر از تو منو دوست داره. دلم نمیخواست اینو بگم مناف، اما امروز یه چیزی رو در موردت فهمیدم، چیزی که قلبمو به درد آورد. چی رو فهمیدی؟ این که تو اصلا به من اعتماد نداری، وگرنه تا من هستم چرا باید به فکر تأمین آینده خانوادت باشی؟ منظور من اصلا این نبود. اشکالی نداره، اما خواهشاً یاد بگیر که به پسرت اعتماد داشته باشی. اون دوباره کار خودشو شروع میکنه، عموی بزرگشو که مثل همیشه کنارش داره، ولی اگه حمایت پدرش همراهش باشه شاید بازم ستاره شانسش بدرخشه. आंखें तेरी
रूठी रूठी क्यों लगे चेहरा तेरा रूखा रूखा क्यों लगे राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे کات این چیه پسر؟ فکر کردی کسی با یه گیتار ستاره راک میشه؟ چی داری میخونی؟ اینجا هموم نیستا، داری تو استودیو میخونی، باید کوک بخونی، همش داری عقب جلو میخونی عزیز. اینجوری بخونی، اینطوری بخون. آخه چند بار بهت بگم اول برو یاد بگیر. نه اینطوری نمیشه، اصلا جواب نمیده. برو یاد بگیر بعدن بیا اینجا. ولی آقا چیه این آخه؟ با دوستت حرف بزن، بگو اول خوندن رو یاد بگیره بعد پاشه بیاد استودیو. بفرما یاد بگیر بعدن تشریف بیار. ولکن خاموش کن دیگه، این کار تموم. بیا بریم. بازم همون حرفای همیشگی. تون صدات خرابه، کوک نیست. تو بگو خارج از کوک میخوندم؟ ببین من دیپلماسی بلد نیستم، اقتصاد حالیم نیست، ولی موسیقی خوب بلدم. انگاری گذشته داره دوباره تکرار میشه. کوک نیستی، لحن آواز درست نیست، اخلاقت بده. اسم میکنم یکی هست که منو توی قفس گذاشته. میفهمی چی میگم؟ کسی که دفعه قبلم کار منو خراب کرد. آخه کی میتونه باشه؟ آهان دوباره خوانندگی شروع کرده. چی؟ راستش چند تا آهنگساز دیگه هم کارشو پس ندیدن، پیش منم اومده. میدونستی که باید چی کار کنی؟ بله چی شده داداش؟ همه چی مرتبه؟ آره یه پرونده قدیمیه. فکر میکردم بسته شده اما دوباره برام قد علم کرده. اما فکرشو نکن، این دفعه همچین میبندمش که دیگه هوس نکنه برای من شاخ و شونه بکشه. شاید زنش الان پیشش باشه، برای همین تلفن جواب نمیده. مامان اونجا یه کتاب فروشیه، من برم یه کتاب بخرم؟ میشه برم لطفا؟ نه پانتی، داره شب میشه و آقای جاینت میاد. بریم. مامان فقط 5 دقیقه میام، زود میام. تو رو خدا بذار. باشه ولی زود بیا. بریم کنار، همین طبقه بالا میرم. اونجا هلیکوپتر نداره که منو با خودش ببره. ببخشید. اون الهام بخش آهنگ منه. یه بارو که میتونم ازش تشکر کنم.
لطفاً این فرمو پر کنید. ممنون. میشه 1000 روپیه. ممنونم. هی ببخشید. بله. این دختره که الان رفت یه دوست خیلی قدیمیه، میشه اسمشو بگی؟ وگرنه حسابی از دستم عصبانی میشه. آخه اسمشو یادم رفته. نیها بود؟ نه، پانکتی بود. میشه ببینم؟ بله حتما. دوشیزه پانتی شرما. دوشیزه؟ تو رو خدا نگو که باید دنبالش بگردی. خواهش میکنم. نه بابا، به نظر میومد ازدواج کرده باشه، ولی حالا معلوم شد متأهل نیست، مجرده. تو عاشقی